سلام، خیلی خوش اومدین به دنیای فرم و محتوا. من بردی‌پور بهرامی هستم. داریم با هم در فرم و محتوای نظامی چرخ میزنیم، لیلی و مجنون میخونیم و کیف میکنیم. داستان تا اینجا رسید که مجنون خبر مرگ مادرش هم بهش دادن و تا اینجا سه تا خبر هولناک رسید بهش. یکی ازدواج لیلی بود، یکی مرگ پدرش و بعدم مرگ مادرش. و دیگه تو وضعیتی هم داره زندگی میکنه که دیگه هیچ خو و بویی از زندگی انسانی نداره. کلا تو بیابونه، داره با حیوونا زندگی میکنه. کلا رفیقاش و همراهاش و اینا مش حیوان وحشی و درندن که اونا حالا تازه دیگه خوی درندگی هم ازشون گرفته و این آدمیزاد دارن بهش سرویس میدن و خیلی با هم خوبن و نگهبانی میدن براش و دیگه با حتی حیوانات وحشی هم با هم دوست شدن. دیدیم جایی میگه دیگه شیر گوره خر شکار نمیکنه، تازه به آهو بره شیرم میده، گرگ هم دیگه میشو نمیگیره و این داستانا خیلی در صلح و صفا زده. سیستم حیات وحش رو به هم ریخته، دارن با هم زندگی میکنن تا جایی که میبینیم لیلی چشم ابن سلام رو دور میبینه. نظامی تشبیهش میکنه به مگس دور شیرینی و مار دور گنج و اینا، و یه زمانی که نیست و لیلی فراغت داره از نگهبانی ابن سلام، بلند میشه میره توی مسیری میشینه خیلی دور و منتظر چشم به راه یه نفری میشه که از مجنون خبر داره، که یه پیرمردی رد میشه میاد از لیلی سراغ میگیره. اونم میگه من حال خرابم به خاطر نگرانی بر مجنونه و فکری اونم. و پیرمردم میگه مجنون خوبه، من میدونم، یعنی خوبه که میدونم، زنده است و عاشق توه و خیلی داره تو عشق تو زندگی میکنه، با عشق تو زندگی میکنه. اینم دلش تنگ میشه برای مجنون، بهش به پیرمرده یه کارمزدی یه گوشوارش رو میده به پیرمرده، میگه که مجنون رو بیارش فلانجا، منم به من بگو که من بیام از دور ببینمش. اینا میان همدیگه رو از دور میبینن و یه دیالوگی دورا دور، فقط در حد شنیدن صدای هم از دور و اینها با هم صحبت میکنن و مجنونم بیت میخونه به قول خود نظامی برای لیلی و شعر میگه و عاشقی میکنه و حالش خرابتر میشه و یا بلند میشه میره. لیلی هم با گریه بلند میشه میره خونه. حالا اینجا تو این فصل یه گفتم بهتون یه فردی به نام جوانی به نام سلام بغدادی میاد پیش مجنون، اینترنشیپ، میاد کارآموزی، میاد عشق یاد بگیره و خدمت کنه به مجنون و شعر یاد بگیره، عاشقی یاد بگیره و اینها که حالا اینو میخونیم. دانای سخن چنین کند یاد، که از جمله منعمان بغداد عاشق پسری بود آشناروی، یک موی نگشته از یکی موی، هم سیل بلا بدو رسیده هم سیلی عاشقی چشیده، در دردیکش عشق و درد پیمای، اندوه نشین و رنج فرسای. یه آدم جوونی بود، خیلی مال و منالدار، منعم بود، ولی عاشق هم شده بود و خیلی هم ولی جوون مونده بود. ولی به خاطر اینکه این عاشقی کشیده بود، حالا یه تصمیم میگیره. گیتیش سلام نام کرده و اقبال بدو سلام کرده، در عالم عشق گشته چالاک، در خواندن شعرها هوسناک. چون از سر قصه های درپاش، شد قصه قیس در جهان فاش، در هر طرفی ز طبع پاکش، خواندند نصیب دردناکش. هر غمزده ای که شعر او خواند، آن ناقه که داشت سوی او راند. میگه قصه مجنون خب سر زبونا افتاده، شعراش هم معروفه، شعراش هم اون موقع خیلی مخاطب داشت، خیلی خواننده داشته،
زیاد میخونن و هر کسی هم مثلا طبیعیه، هر کی شعر مجنون رو بخونه هوس میکنه بره پیش مجنون ببینتش، حداقل مدتی باشه و اینها. این رسم ها کلا هم بوده، الان هم داریم. یعنی نمیدونم جاهای دیگه هست این رسم و رسوم یا نه، ولی یه چیزی ما داریم به نام حضور که خیلی وقتا دلمون میخواد فقط در محضر یه آدمی حضور داشته باشیم. کافیه که بریم و اونجا باشیم، لازم نیست اصلا کسی حرفی بزنه، بگیم فقط باشه. و این کار رو میگم، این رسم رو داریم. مثلا طرف شاعر بزرگیه، نویسنده بزرگی و اینا، ما همین که میدونیم فلانی توی مثلا تو مجلس فلان جا هست، حتی نه اینکه بریم باش حرف بزنیم، نه باش عکس بگیریم، نه هیچی نه هیچی، ولی همین که بریم ببینیمش و اونجا باشیم گاهی وقتا کافیه. میگم اینو نمیدونم جای دیگه هم داریم، این دارن این حس و حال و این حال و هوا رو یا نه. چون شهر به شهر تا به بغداد، آوازه عشق او در افتاد. از سحر حلال او ظریفان، کردند سماع با حریفان. افتاد سلام را کزان خاک، آید به سلام آن هوسناک. هوسناک که خب مجنون، اینجا یعنی عاشق دیگه. و سحر حلال داره مجنون. سحر خب میدونید تو اسلام سحر و جادو و اینا حرامه، منتها این شوخی که نمیشه گفت. این نقیزه مثل همونی که میگن در مذهب ما باده حرام است ولی با روی دلارام تو حلال است. همچین انواع این شعرها داریم که میگه باده خوردن با تو حلاله، و در واقع یه شوخی یا میگم نقیضه میگن به چیز. این هم همونه، میگه این مجنون سحر و جادو که تو اسلام حرومه، ولی مجنون یه سحری داره که این سحرش حلاله، به تعبیری که الان نظامی داره. افتاد سلام را کزان خاک، آید به سلام آن هوسناک. بربست بنه به ناقه ای چست، بگشاد زمام ناقه را سست. این تنها چیز که دیگه دیدیم وقتی اسب و حیوان یا کلا 4 بار میخوان نگه دارن، این زمام ناقه حالا یا انان یا اون افسار رو میکشن که این وایسه، میگه سست کرد، یعنی اشاره به این میکنه که داره میره. ناقه هم که این شطور در جستن آن غریب دلتنگ، در بادیه راند چند فرسنگ. پرسید نشان و یافتش جای، افتاده برهنه فرق تا پای. یه جایی ها گشت و دنبالش چند فرسنگی رفت و بالاخره پیداش کردید، لخت افتاده تو بیابون. پیرامونش از وحوش جوقی، حلقه شده بر مثال طوقی. او کرده ز راه شوق و زاری، زان حلقه حساب طوقداری. جوق به معنی گروه، میگه دید یا همون وضعیتی که داشت مدتیه تو این داستان، میگه دید اون وسط نشسته اونای وحشی دورش حلقه زدن. چون دید که آید از ره دور، نزدیک وی جوان منظور. منظور یعنی محل نظاره دیگه، یعنی کی محل نظاره؟ از جوانی که خوش سیماه، خوش بر و روه. به این منظور میگن که به این منظور از منظور استفاده. زد بانگ بران سباع هایل، تا تیغ کنند در حمایل. میگه اون حیوانای دور و بر سباع هم حیوانای وحشیه دیگه، یادتونه که میگه به اونا گفت نه بشینی، امون داد که پسره بیاد جلو. چون یافت سلام از او قیامی، دادش ز میان جان سلامی. سلام اولی سلام پسر است، اسم یاروه. میگه سلام، یه قیامی از اون دیدید بلند شده اومده جلو، از جونش سلام، که خیلی منظور حالا سلام علیکی گرمی با مجنون کرد و خیلی عزت و احترام گذاشت. مجنون ز خوش آمد سلامش، بنمود تقربی تمامش. خیلی خود اونم تحویلش گرفت. کردش به جواب خود گرامی، پرسیدش که از کجا خرامی. حالا اینجا مجنون مردمداری میکنه، میگه از کجا میای، از کجا این خرامیدن یعنی اومدن و اشاره به مسیر رفتن دیگه. میگه از کجا میای، میگه که گفته ای غرض مرا نشانه، و آوارگی مرا بهانه. آیم بر تو ز شهر بغداد،
تا از رخ فرخت شوم شاد. غربت ز برای تو گزیدم، که ابیات غریب تو شنیدم. دیدم ابیات عجیب غریبی داری و خیلی یونیک و خیلی بی‌نظیر کارات. برای همین تصمیم گرفتم بیام اینجا. این که میبینی این مسیر رو اومدم فقط برای دیدن تو اومدم. زین پس من و خاکبوس پایت، گردن نکشم ز حکم و رایت. دم بی نفس تو بر نیارم، در خدمت تو نفس شمارم. یه شم و نفس شماردنم که طبق معمول استفاده از شمارش شمارش اینجا نیست، سپری کردن. میگه در خدمت تو میخوام سپری کنم. هر شعر که افکنی تو بنیاد، گیرم منش از میان جان یاد. چندان سخن تو یاد گیرم، کاموده شود بدو ضمیرم. میگه یه جوری یاد میگیرم شعرهای تو رو. آمودن یعنی تزیین دیگه. اول داستان داشتیم میگه یه جوری شعرات یاد میگیرم که درونم و روح و روان و ضمیر و درونم رو روشن بکنه و تزیین بکنه. گستاخترم به خود رها کن، با خاطر خویشم آشنا کن. میگه منو از خودیم رها کن، میخوام که بیام با تو آشنا بشم. میخوام می ده ز نشید خود سماعم، پندار یکی از این سباعم. یا میده ز نشید خود سماعم. حالا میده و میده هر در دوتاش یه کار کرد داره، ولی یه خورده معنی متفاوت دیگه. میده یه خورده خب چیزتره که داره تشبیه میکنه شعر نظامی رو به می. میگه یه جوری می بده ما گوش کنیم از شعرت که مست بشیم و فکر کنی که از این حیوانای وحشی هم منم دورت افتادم. بنده شدن چون من جوانی، دانم که نداردت زیانی. من نیز به سنگ عشق سودم، عاشق شده خواری آزمودم. میگه من داره رزومهش رو میده، اومده اینجا میگه آقا من حقوق اینا نمیخوام، همین فقط بذاری در رکابت باشم برام کافیه. حالا مجنون جوابش رو میده. مجنون چو هلال در رخ او، زد خنده و داد پاسخ او. میگه مثل هلال ماه خندید، خیلی با مهر و با لطفش خندید که خواجه خوب ناز پرورد، ره پر خطر است باز پس گرد. میگه برگرد برو، این تو آدم ناز پرورده هستی، تو سختی نکشیدی یا حواست باشه راه هم خیلی پر خطره، برگرد برو به نظرم. نه مرد منی اگرچه مردی، که از صد غم من یکی نخوردی. میگه اگه 100 بدیم نمره به غم خوردن من، تو یکی هم نخوردی. مرد من نیستی یعنی حریف من نیستی، مبارز نیستی که با من بجنگی. من جز سر دام و دد ندارم، نه پای تو پای خود ندارم. ما را که ز خوی خود ملال است، با خوی تو ساختن محال است. اینجا خیلی یادم میندازه به یه سکانسی از فیلم دلشدگان، اونجایی که اسپانسره دیگه میزنه زیر تعهدش و پول پروژه رو نمیده و استاد دلنواز خونش رو تو ایران میفروشه که پولش رو بیاره اینجا، پروژه ناتموم نمونه. اونجایی که دارن صحبت میکنن خرج سفر کم بشه، که میگن مثلا بیایم هر چند تا هر یه اتاق رو بدیم به چند تا که خرج اقامت کمتر بشه. نوازنده کمانچه میگه که این خب همین لطمه به کاره، من با این خلق و خوی زهرماری تحمل خودم هم ندارم، تحمل خودم هم به زور دارم، حالا چه رسد به غیر. یه همچین داستانی که آدم‌هایی که تلخ و عصبانی با عصبیت خلق و خوشون خیلی وقتا اینو دارن که خودشون هم میدونن که اینا تنها باشن بهتره، به خاطر اینکه خودشون سخت خودشون رو تحمل میکنن، چه برسه به اینکه حالا مجنون هم همینو میگه. میگه من کلا با حیوانات وحشی و اینا دارم زندگی میکنم، خیلی حوصله آدمیزاد دور و برم ندارم.
از صحبت من تو را چه خیزد؟ دیو از من و صحبتم گریزد. یه دیو فرار میکنه بخواد با من زندگی بکنه. تو چی میخوای از من؟ من وحشیم و تو انس جویی، آن نوع طلب که جنس اویی. میگه برو تایپ خودتو پیدا کن. چون آهن اگر حمول گردی، زاه چو منی ملول گردی. حمول اسم در واقع وزن فعول حمله دیگه، از تحمل و اینا میاد. میگه مثل آهنم اگر شکیب و صبور و اینها بشی، ولی یه آهی من دارم که از آه من حوصلت سر میره، تحملشو نداری. گر آب شوی به جان نوازی، با آتش من شبی نسازی. میگه حتی مثل آبم که بشی، منعطف، جان نواز، بساز، همه اینا باشی، ولی من تو آبم بشی من آتیشم و با من یه شبم نمیتونی بسازی. با من تو نگنجیدن در این پوست، من خود کشم و تو خویشتن دوست. میگه تو خودتو دوست داری، من همینجوری دارم خودمو میکشم. بگذار مرا در این خرابی، که از من دم همدمی نیابی. بگذار مرا یعنی بی خیال ما شد. میگه ما رو بی خیال شو، تو این خرابی ولمون کن، بذار همینجا باشیم، از من همدم برای تو در نمیاد. گر در طلبم رهی بریدی، ای من رهیت که رنج دیدی. چون یافتیم غریب و غمخوار، الله معک بگو و بگذار. الله معک یعنی خدا با تو. میگه یه دعایی بکن، یه دعایی بکن خدا ایشالله با ما باشه، ما رو اینجوری دیدی و اینا دیگه بس دیگه، یه دعایی بکن و برو. ترسم چو به لطف بر نخیزی، از رنج ضرورتی گریزی ببخشید. ترسم چو به لطف بر نخیزی، از رنج ضرورتی گریزی. میگه ضرورت یعنی یه چیز دیگه، ضرورت یعنی فشار و اینها. میگه اه، درسته یه الانی که داری لطف میبینی و اینا، هنوز من شروع نکردم اون خوی زندگی خودم، اون روی زندگی خودم رو بهت نشون بدم. الان دارم محبت میکنم اینا. میگه با محبت اگر بلند نشی بری، از فشار بلند میشی میری، خود دانی. در گوش سلام آرزومند، پذرفته نشد حدیث آن پند. گفتا به خدای اگر بکوشی، کز تشنه زلال را بپوشی. بگذار که از سر نیازی، در قبله تو کنم نمازی. خیلی جالبه این ساختارا. باز ارجاع میدم به اینکه این ساختارا قرن 6 داره استفاده میشه و این تهدید، این ساختار جمله‌ای که ما برای تهدید استفاده میکنیم، یعنی به خدا اگه یه بار دیگه این حرفو زدی، یا به خدا اگر یه بار دیگه این کارو بکنی، دقیقا این همونو داره به کار میبره. گفتا به خدا اگر بکوشی، که از تشنه زلال را بپوشی. یعنی داره تهدید میگه نکن این کارو. و بگذار که از سر نیازی، در قبله تو کنم نمازی. گر سهو شود به سجده راهم، در سجده سهو عذرخواهم. میگه خودم اگر، میگه تو یکم بذار من اینجا یکم بندگی تو بکنم، به تو سجده بکنم، و اگر ذره ای از میل و خواستم کم شد، من خودم عذر خودم رو میخوام. مجنون بگذاشت از بسی جهد، تا عهده به سر برد در آن عهد. میگه اینم دید اوکی، خب بابا که اومده میخواد باشه و اینجوری هم اصرار داره، بیا بریم. بگشاد سلام سفره خیش، یا خوشحال شد و نشست و سفرهشو باز کرد. حلوا و کلیچه یا کلیچه ریخت در پیش. گفتا بگشای چهر با من، نانی بشکن به مهر با من. نان شکستن این تقریبا یه کانسپتی شبیه جناق شکستنی که داریم، به معنی که مثلا یه عهدی ببندیم سر یه چیزی. این نون شکستنم وقتی دو نفر با هم نون میشکستن، این شکستن نون در واقع اون مهر و سند دوستی و رفاقت و اخوت بوده. میگه حالا چهره‌تو با من باز کن، بیا یه نونی با هم بشکنیم. ناخوردنت ارچه دلپذیر است، زین یک دو نواله ناگزیر است. مرد ارچه به طبع مرد باشد، نیروی تنش به خورد باشد.
گفتا حالا سفره رو باز میکنه، نونو میاره، میگه بیا بشینیم غذا بخوریم و اینا. گفتا مجنون میگه گفتا من از این حساب فردم، کان را که غذا خور است خردم. نیروی کسی به نان و حلواست، کو را به وجود خیش پرواست. سلام داره بهش میگه که مرد باید یه چیزی بخوره تا قوی باشه و تنومند و اینا. مجنون میگه آره اون برای کسیه که نگران تنومندیشه، من نگران تنومندیم نیستم که میخوام چیکار، غذا نمیخوام بخورم. چون من ز نهاد خویش پاکم، کی بی خورشی کند هلاکم. این همون شبیه همون جوکی که گفتم بهتون توی ویدیو یکی قبلی بود، دوتا قبلی بود، که علت طلاق ازدواجی میگه آقا ما اینی که هلاک میشیم از بیخوراکی به خاطر اینکه تن داریم، وقتی تنی نداریم خب گرسنگی هلاکمون هم نمیکنه دیگه. چون دید سلام کان جگرسوز، نه خسبد و نه خورد شب و روز. نه روی برد به هیچ کویی، نه صبر کند به هیچ رویی. میداد دلش ز دلنوازی، کین به که در این بلا بسازی. تازه یهو دیدین اومده توی کارخونه جدید داره کارآموزی میگذرونه، تازه فکر کرده حالا میتونه توصیه هم بکنه، سیستم مدیریت کارخونه رو عوض بکنه. میگه که دید مجنون نه غذا میخوره، نه خسبد و نه خورد شب و روز، نه شب و روز نه هیچی میخوره نه میخوابه. این یهو دهنش به نصیحت باز شد. میداد دلش ز دلنوازی، کان به که در این بلا بسازی. دایم دل تو حزین نماند، یکسان فلک این چنین نماند. گردنده فلک شتاب گرد است، هر دم ورقیش در نورد است. تا چشم به هم نهاده گردد، صد در ز فرج گشاده گردد. زین غم به اگر غمین نباشی، تا پی سپر زمین نباشی، یا تا پی سپر زمین نباشی. پی سپر یعنی رهسپار و لگدکوب و خاکی که خیلی پا خورده و خیلی روش رفت آمد کردن، و پی سپری کردن هم یعنی با پا رد شدن دیگه، یعنی راه رفتن. که شعر حافظ هم هست، میگه حافظ سر از لحد به در آرد به پای بوس، گر خاک او به پای شما پی سپر شود. و میگه داره نصیحتش میکنه سلام، میگه بهتره که اینجوری تحمل بکنی، اینقدر غمگین نباشی و اینقدر ناراحت نباشی، درست میشه همه چی، فلک اینجوری نیست میچرخه همه چی و اینا. به گردی اگرچه دردمندی، چندان که گریستی بخندی. من نیز چو تو شکسته بودم، دل خسته و پای بسته بودم. یادش رفت که اصلا برای چی اومده پیش مجنون. من نیز چو تو شکسته بودم، دل خسته و پای بسته بودم. هم فضل و عنایت خدایی، دادم ز چنان غمی رهایی. خدا لطف کرد منم رها شدم. فرجام شوی تو نیز خاموش، وین واقعه را کنی فراموش. این شعله که جوش مهربانی است، از گرمی آتش جوانی است. چون درگذرد جوانی از مرد، آن کوره آتشین شود سرد. میگه زمان گذشت و منم دیگه سرد شدم و خدا بهم لطف کرد و گذر زمان به من کمک کرده. نه حالا نشسته پیش مجنون داره این حرفا رو میزنه. مجنون ز حدیث آن نکورای، از جای نشد ولی شد از جای. میگه عصبانی نشد ولی حوصله‌اش سر رفت. یهو هر اون داره واسه خودش منبر میره و نصیحت میکنه و اینا. مجنون میگه یهو بهش میگه گفتا چه گمان بری که مستم، یا شیفته هواپرستم. شاهنشه عشقم از جلالت، نابرده ز نفس خود خجالت. میگه من از نفس خودم خجالتی ندارم، من شاه عشقم. واسه خودم چی فکر کردی اینجا من مثلا همجوری نشستم واسه خودم. از شهوت عذرهای خاکی،
معصوم شده به غسل پاکی، زالایش نفس باز رسته، بازار هوای خود شکسته. عشق است خلاصه وجودم، عشق آتش گشت و من چو عودم. عشق آمد و خاص کرد خانه، من رخت کشیدم از میانه. با هستی من که در شمار است، من نیستم آنچه هست یار است. یه چی فکر کردی؟ یا واسه خودت اینجا نشستی منبر میری فکر کردی خبریه؟ ما اینجا نشستیم واسه خودمون. من اصلا از تمام هوسای زمینی پاک شدم، غسل دادم، خودم تموم شده، معصوم شدم از هر چیزی که من متعلق به این دنیاست. این تنی هم که میبینی در شماره، این منی که داری میبینی اینجا دارم زندگی میکنم، این من نیستم، این یار منو داره زندگی میکنم. من تموم شدم، من دیگه نیستم. عشق آمد و خاص کرد خانه، من رخت کشیدم از میانه. با هستی من که در شمار است، من نیستم آنچه هست یار است. کم گردد عشق من در این غم، گر انجم آسمان شود کم. عشق از دل من توان ستردن، گر ریگ زمین توان شمردن. میگه اگر ستاره ها از تو آسمون کم شدن، عشق منم کم بشه. از دل من میتونی عشق رو پاک بکنی اگر که بری تمام ریگای تمام سنگای عالم رو بشماری. در صحبت من چو یافتی راه، میدار زبان ز عیب کوتاه. میگه اینجا من نشستی حرف نزن، بهت راه دادم بشی اینجا پررو نشو دیگه. تو فکر کردی من اینجا همینجوری مستم، دیوونم، بی عقلم یا چی؟ من نخیر، خیلی هم با منطق و اینا دارم اینجوری دیوانه وار زندگی میکنم. در صحبت من چو یافتی راه، میدار زبان عیب کوتاه. در قامت حال خیش بنگر، از طعن محال خیش بگذر. زینگونه گزارشی عجب کرد، زان حرف حریف را ادب کرد. همچه گوشمالش داد، گفت اینجا پرواز در نه نشستی اومد اینجا نصیحت مسیحت نکن واسه من. چون حرفت او حریف بشناخت، حرفی به خطا دگر نینداخت. اونم دانشو بس یه حرف اشتباه نزن. گستاخ سخن مباش با کس، تا عذر سخن نخواهی از پس. میگه با بقیه گستاخ صحبت نکن که مجبور نشی معذرت خواهی بکنی. گر سخت بود کمان و گر سست، گستاخ کشیدن آفت توست. میگه فرقی تیر و کمون که فرقی نمیکنه اگه خودش صفر باشه یا سست باشه. حتی تو وقتی درست تیر نندازی، بعدش باید بری معذرت خواهی کنی و بعدش باید به قولن عواقب پس بدی. گر سست بود ملالت آرد، ور سخت بود خجالت آرد. این در تکمیل بیت قبلی داره میگه که میگه گر سخت بود کمان و گر سست، گستاخ کشیدن آفت توست. میگه تو زبان گستاخی نکن، چون مثل کمانه که اگر سست حرف بزنی باعث ملالت میشه، حوصله سربر میشه. اگرم خیلی سخت و خیلی تند صحبت بکنی، خجالت به بار میاره. مجنون و سلام روزکی چند، بودند به هم به راه پیوند. آن تحفه که در میانه میرفت، چون در غزلی روانه میرفت. هر بیت که گفتی آن جهان گرد. مجنون هر بیتی میگفت، میگه چند روزی هم دوباره با هم زندگی کردن، این بیت میگفت و هر بیت که گفتی آن جهان گرد. بر یاد گرفتی آن جوان مرد. مجنون ز ره ضعیف حالی، بود از همه خواب و خورد خالی. بیچاره سلام را در آن درد، نز خواب گزیر بود نز خورد. اون که نمیتونست، که حریف مجنون نبود، که مجنون میتونست نخوابه و نخوره و اینا، ولی سلام که نمیتونست مثل اون زندگی بکنه. چون سفره تهی شد از نواله، مهمان به وداع شد حواله. کرد از سر عاجزی وداعش، بگذاشت میان آن صباعش. زان مرحله رفت سوی بغداد، بگرفته بسی قصیده بر یاد. هر جا که یکی قصیده خواندی، هر شنونده هوش شنونده خیره ماندی. بالاخره تحملش تموم شد و دید که نمیشه، و میخواد بخوابه، میخواد غذا بخوره، میخواد مثل آدم زندگی بکنه. با مجنون که نمیتونه بسازه، برای همین بلند شد و بساطش رو جمع کرد و خداحافظی کرد، رفت بغداد. و دیگه یه شعرهایی هم از مجنون یاد گرفته بود که هر جا این شعرها رو میخوند، همه هوش از سرشون میپرید. بریم
سراغ بخش بعدی در ویدیوی بعدی.